الحسیب ذاتی که تمام اعمال بنده ها را محاسبه میکنه. الحسیب ذاتی که در روز قیامت در حساب و میزان تمامی اعمال خیر و شر ما و شما را حساب میکنه و با حساب گرفتن اعمال ما و شما بر ما و شما پاداش و یا هم جزا میده. الحسیب ذاتی که در قرآن عظیمشان بیان کرده که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. کسی که به اندازه مثقال ذره اعمال نیک کنه هم او را به چشم خود میبینه و اگر اعمال زشت کنه او را هم به چشمای خود میبینه و ذره ذره محاسبه میشه، ذره ذره حفظ شده و ذره ذره در روز قیامت به همراه انسان حساب گرفته می شود. چرا؟ ذات عادل ذات حسیب است، اعمال همه را محاسبه میکنه و در محکمه الهی با حساب تمامی اعمال انسان محاسبه میشه و در مقابل پاداش و یا جزا داده می شود. الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که همیشه اعمال خود به شکلی بکنیم و یا هم خود محاسبه بکنیم پیش از که الله سبحانه و تعالی ما و شما را محاسبه بکنه و در محاسبه که پیش خود میکنیم فرصتی داریم برای توبه، ندامت، پشیمانی و دوباره رجوع کردن به بارگاه الله متعال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.